خب سلام میکنم به همه دوستانی که تشریف آوردن. خیلی مقدم میگم به جلسه نشر آسمانا برای بحث و بررسی رمان 56 درجه نوبلایی از حسین نوشازر. خوش اومدین. با حضور خود جناب نوشازر، رعنا سلیمانی عزیز و مریم رئیس‌دانا که من مفصلتر معرفی خواهم کرد. پیش از هر چیز باید اشاره بکنم که جلسه داره ضبط میشه و بعدا در یوتیوب نشر آسمانا قرار میگیره. پس اگه دوستانی به هر دلیل دغدغه‌ای از این نظر دارن لطفاً متوجه این موضوع باشن. قبل از آغاز رسمی جلسه اجازه بدین من تصدیق کنم سرزمینی رو که آسمانا بوکس یا نشر آسمانا بر روی اون فعالیت میکنه و این بخش رو به انگلیسی میخونم. آسمانا بوکس operates on the traditional land of territory of many nations, including the Anishinaabe, the Chippewa, the Mississaugas of the Credit, and the Wendat peoples. This land is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. We are grateful to have the opportunity to read, write, and connect through words on this land. برنامه امروز نوول 56 درجه حسین نوشازر هست. خیلی خلاصه بخوام درباره این رمان بگم، ماجرا در 130 سال پس از انقلاب 57 میگذره. ایران در اثر گرمایش زمین، بیابانزایی و تنش‌های آبی در یک گرمای 56 درجه کبیر میسوزه. راوی و هما، زوجی کنجکاو از برکلی، در جستجوی ریشه‌های گم شده فرهنگی به سرزمینی ویران قدم می‌گذارد. از اسپادانای خیال‌انگیز تا آشتیان، آرمان شهری پر از خطا. آنها با پرسش‌های بنیادین روبرو می‌شوند. هویت چیست؟ سود چه معنایی دارد؟ زندگی چه ارزشی؟ و آیا جویبار افسانه زاگرس که در رمان دربارش صحبت میشه امیدی برای زایش دوباره زندگی خواهد بود؟ این رمان رو حسین نوشازر نوشته. حسین نوشازر یکی از به زعم من مهمترین، فارغ از نویسنده برجسته و پرکار و پرزحمت و خدمات متعددی در عرصه ادبیات داستانی داشتن، یکی از ستونهای اصلی آنچه که ما امروز به عنوان ادبیات دایاسپورا میشناسیم در زمینه‌های مختلف بودن. در هم به عنوان کسی که سالها جمع‌های ادبی رو تونستن زنده نگه دارن، مجلات ادبی رو هدایت بکنن و یک ارزش و اعتباری که ادبیات ایران و فارسی در خارج از مرزهای ایران داشته رو به یاد ما بیارن و مستند بکنن و در توزیع و تولید دانش در زمینش خدمات کم نظیری کمن آدم هایی که در ایران ما معاصر بتونیم به یاد بیاریم که این میزان خدمت داشتن. برای من افتخاری حسین جان که امروز در خدمت شماییم. همه ما به اشکال مختلف از میراث بزرگی که شما گذاشتین بهره بردیم و قدردانش هستیم. در معرفی حسین باید بگم که ایشون نویسنده، مترجم و روزنامه نگار ایرانی هستند. در اواخر دهه 60 از ایران مهاجرت کردن و سالها در آلمان به تحصیل و کار در مراکز درمانی و تیمارستان ها مشغول بودند. ابتدا به عنوان پرستار و بعدها به عنوان روان درمانگر، که این تجربیات دوره اول داستانی ایشون رو به یک معنا متأثر کرده، به ویژه در مجموع داستان‌های دیوارهای سایه‌دار، انتشار تصویر آمریکا، سر سفره خویشان، نامه‌های یک تمساح و همزادش و یک روز آفتابی. دوره دوم کار ایشون در دهه 1170 تا اواسط دهه 1180 با دو داستان بلند، تأملی بر تنهایی، نشر باران و ندیگر تک ندیگر تاب، داستان یک ندیگر تک ندیگر تاب، داستان یک شهر بلند، نشر کتاب 1176 هست که تصویری از انزوا در بستر غربت و گسست از ریشه ها رو ترسیم میکنه. دوره بعدی نویسندگیشون از 1385 تا 92
تمرکزی بود بر انتشار کتاب در داخل ایران، رمان‌های سفر کرده ها، نشر نی، سایش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد، نشر مروارید، ترجمه از کارهای براتیگان، رمان جاده کورمک مککارتی و دیگر جزو کوشش های ایشونه در این دوره. و در این حال بعدا نسخه بدون سانسور رمان سفر کرده ها و برای تو توسط انتشارات پیام اولی و مهری دومی منتشر شد. در سال 1375 و این بخش دیگه از خدمات عمده‌ای که من یه اشاره مختصری کردم، به همراه بهمن فارسی نخستین شماره نشریه ادبی سنگ رو منتشر میکنه حسین موشازر و بعدها همکاری خودش رو با بهروز شیدا، پژوهشگر ادبی مقیم سوئد، و عباس صفاری، شاعر ناماشنا، برای ادامه انتشار این نشریه تا دهه 80 گسترش میده. سنگ یکی از پیشگامان نشریات پیشرو و معتبر ادبی در خارج از ایران شناخته میشه. از سال 89، یعنی الان قریب 15 سال هستش که حسین نوشازر در این حال روزنامه‌نگاری فرهنگی در رادیو زمانی میکنه که بر کسی مخفول نیست که در این 15 سال چه میزان توجه ببخشید در این درست میگم، آره 15 سال میشه حسین جان، درسته؟ در این 15 سال چه میزان توجه به ادبیات در این سایت بوده و چه میزان این سایت یکی از معتبرترین فضاها برای بحث درباره ادبیات تجربی جدی ایران و توجه به ادبیات فرای مرزها بوده. و همزمان با همکاری شهریار مندنی پور، نشریه ادبی بانگ رو الان چند سالی هست که منتشر میکنن و حسین موشازر مدیر مسئول و صاحب امتیاز اون هست. نشریه ادبی بانگ هم همونجوری که بسیاری میدونن به یک معنی یکی از معتبرترین نشریات حال حاضر با تمرکز بر ادبیات هست. در این دوران بایر شدگی و سترونی یک نور چراغی در این طوفانی هستش که ما درش گرفتاریم. من از همه این زحمات حسین جان بسیار ممنونم. بیشتر از تو خواهیم شنید. برنامه جلسه ما امروز به این شکل هستش که بعد از این صحبت اولی من از خانم رئیس دانا و در ادامه از رنا سلیمانی از درخواست میکنم که صحبت کنم. بعد از خود من چند دقیقه صحبت خواهم کرد و بعد از آقای موشازر دعوت میکنیم که به ما بپیوندن و صحبت کنن. در این بین دوستانی که در بین حضار هستن حتما سوالهاشون رو هم میتونن به طور مکتوب بنویسن در چت عمومی و هم یا نگه دارن برای بخش پرسش و پاسخ که بعد از این موارد خواهد بود. بریم سراغ اولین سخنران امروزمون. مریم رئیس‌دانا، نویسنده، شاعر، مترجم، عضو انجمن قلم آمریکا و دانش آموخته کارشناسی زبان فرانسه از تهران هستند و امروز ساکن کالیفرنیا. کارنامه ادبی رئیس‌دانا 2 مجموعه داستان به نام‌های عبور و شهر کریستال رو داره که به ترتیب توسط در نشر نگاه و نشر رها، اولی در تهران و دومی در ونکوور منتشر شدن. دفتر شعری سایه آسوریک، ترجمه 82 شعر از ژاک پرور به فارسی در مجموعه به نام زمان گم شده به سال 1187 و نیز ترجمه رمان شاهزاده و گدا اثر معروف مارک توین از دیگر از کارهایی هستند که ایشون انجام دادن. 3 کتاب هم در زمینه کار پژوهشی و گردآوری مقالات در زمینه صادق هدایت انجام دادن. در تجربه نویسندگی 2 داستان کوتاه جزیره‌ای در دل تهران بزرگ و آواز آ از آثار تحسین شده ایشون در مسابقه ادبی صادق هدایت و جشنواره داستان کوتاه اصفهان هستش. بعد از مهاجرت در فرانسه با خانم کارول آروئد، استاد دانشگاه و پرورشناس، مسابقه مفصلی انجام دادن در زمینه ترجمهشون از کارهای پرور و در 2 سال اخیر در 2023 و 2024 در مقام داوری مسابقات ادبی و داستان‌های کوتاه فارسی
خدمات متعددی داشتن. با این توضیح اولیه و خب فقط یه بخشی از میراث و سیبی مفصلیشون بود، مریم جان دعوت میکنم که میکروفونتون رو باز کنین و صحبتتون در مورد این رمان آغاز کنین. بله، سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. تشکر میکنم از آقای عطایی از آلمان تشریف آوردن، خواهر جانم از لندن. خوشحالم اینجا میبینمتون گرچه حضوری، و صحبتاتون در مورد آقای نوشازر واقعا اه، تایید میکنم. حسین نوشازر یکی از تاثیرگذارترین افرادی هستند که در ادبیات معاصر فعالیت میکنن و من به نوبه خودم قدردان ایشان هستم. اما در مورد کتاب، به طور کلی فکر میکنم هر کتابی رو قبل از نقد و تفسیرش باید مضمونش رو درک کرد تا بتونیم اه، بعد به دنبال تحلیل و تجزیه اجزای اون مثل روایت یا ستینگ یا بینامتنیات و غیره باشیم. تاپیک یا مضمون کتاب 56 درجه اه، همون داستانی که شما تعریف کردید آقای مهدی، یک اثر علمی تخیلی دیستوپیایی بهره‌مند از اسطوره تاریخ، واقعیت که پیشگویی ایران آینده رو میکنه 130 سال بعد از انقلاب 57. نکته اینه این سال 57 کلیده به نظر من. حالا بعد نوشازر عزیز صحبت میکنه و من مایل هستم نظر خودش رو هم بدونم که چرا این سال رو انتخاب کرده. مثلا چرا 10 سال قبلش یا شاید 30 سال قبلش رو انتخاب نکرده یا 20 سال بعدش رو انتخاب نکرده. فکر میکنم تعمدی وجود داشته. به هر حال ما شاهد داستانی هستیم که 130 سال بعد از سال 57 رو نشون میده، یعنی 1487 شمسی یا 2109 میلادی. داستان حول دو شخصیت اصلی میگذره، راوی و همسرش هما. اینا ساکن برکلی هستن و قصد سفر به ایران میکنن. چرا؟ در جستجوی ریشه های فرهنگی و هویت از دست رفته خودشون هستن. بگمانم به هر حال اینا مهاجر هستند. حالا شاید مهاجر نسل اولم نیستن که به نظر میاد نیستن، اما مهاجرا، من که اینجا دارم با پوست و خونم باشون زندگی میکنم، نسل دوم و سومشون رو میبینم، متوجه میشم گاهی به شدت دچار بحران هویت هستن، شکننده، آسیب پذیر. ما حالا کاری به اون قشر که تونسته موفق بشه و پیش ببر زندگیش رو صحبت نمی کنیم. در مورد قشر آسیب پذیر مهاجران صحبت می کنیم که دوچار، و تعدادشون هم کم نیست، دوچار بحران هویت شدن. بنابراین تصمیم میگیرن برن به ایران، ولی ایران طبق اطلاعاتی که تو کتاب داره میده نقطه قرمز دنیاست. خطرناکه به خیلی دلایل. اولیشون اونچه که مطرح میشه و در ابتدا باش مواجه میشیم، گرمایش بیش از اندازه زمین، تحلیل زیست بوم ایرانه. و بعد که داستان پیش میره میبینیم چیزای دیگه هم وجود داره که ایران رو خطرناک کرده. نویسنده با این اثر انتقادی پرسش های دشواری رو پیش روی ما میگذاره. در واقع این متن یک متن اعتراضیه که تک تک ما رو در قبال ایران مسئول میشناسه که آیا ایران در این نبرد پیروز میشه یا از دست میره. یکی از جنبه های نوشتن خلاق، بارها گفته شده، تور پهن کردن یا قلاب انداختنه. طوری تور پهن کنیم که نویسنده وقتی وارد متن داستان میشه دیگه نتونه
دل بکنه، نتونه بره بیرون. و گمونم این اثر این کار رو با خواننده میکنه در همون صفحه اولش. فقط کافیه ایرانی باشی و کمی دغدغه ایران رو داشته باشی که با خوندن این کتاب چنان به اضطراب میفتی و سوسپنسش تو رو میگیره که تمایل داری به سرعت کتاب رو در دست بگیری بخونی. و واقعا من وقتی کتاب رو گرفتم به شخص کتاب آب شد تو دستم، یعنی اینقدر با سرعت رفتم جلو. اما چرا ایران در سال 1487 نقطه قرمز دنیاست؟ در متن که پیش میریم میبینیم که ایران شهر اون تمدن که خیلی از ماها بهش افتخار میکنیم و واقعا هم افتخارآمیز هست، ایران شهر شده ویران شهر. نه فقط به دلیل گرمایش زمین. افراطگرایی در گروه های مختلف، در افکار و اندیشه های مختلف یک عاملیتی هست برای سوختن این تمدن. همون آغازگاه داستان شبه نظامیانی رو میبینیم که با سربند یا حسین یا قرآنی که هنوز داره تحمیل میشه و از بلندگوها پخش میشه صداش، و در آشتیان متعصبان بدفهم تاریخ ایران رو میبینیم. حتی اون گروه مقاومتی که به زعم خودش شکل گرفته تا با استبداد مبارزه بکنه، چنان در مسیر خودش افراط میکنه که در نهایت آشتیان رو تبدیل به تلی از خاکستر میکنه. هیچ فکر نمیکنن اون کیانی 90 ساله که جایی رو ساخته تا مردم رو از گرما در امان نگه داره. حالا کاری نداریم به ایده های کیانی در داستان که قابل نقد هم هست، اما چنان در مسیر خودشون افراط میکنن که باعث ویرانی اون شهر میشن. به جای تلاش برای اصلاح اون ایده، کلن ایده رو نابود میکنن و کلن اون شهر رو نابود میکنن. ویرانگری به عنوان مقاومت به چه قیمت؟ برای چی؟ پرسشی که راوی صفحه 117 از خودش و به عبارتی از ما میکنه. از اون یا حسین هایی که بستن، از اون گروه که یا حسین ها رو میبندن تا اونایی که کوروش ها و داریوش ها و همشون یک تضادی، تولید یک تضادی رو میکنه که هست، الان هم هست متاسفانه. یعنی این این روایت برآمده از رویدادهایی که ما الان داریم میبینیم و ریشه داره و پیشینه داره. وقتی توشی خب دردآوره، برای اینکه میبینیم میهن چطور داره آسیب میبینه و از دست میره. بیرون که نگاه میکنی البته مضحک و خنده داره. جماعتی که از یک خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی و خونی اومدن ولی با جهالت دست به دست هم میدن تا تمدنی و یک زیست بوم رو بسوزونن و نابود کنن. نمونهش دریاچه ارومیه، نمونهش نشست های عمیقی که در خاک ایران اتفاق میافته و تیر چراغ برق رو با خودش یهو میکشه تو. مضمون تلخه، بدبینانه است، ولی نومیدانه نیست. به نظر من این یک متن اعتراضیه که با بدبینی نوشته شده، اما این بدبینی هشداره. این بدبینی توش ام، دلواپسی هست. فرق بین بدبینی تا ناامیدی، همونطور که فرق بین خلوت و تنهایی، همونطور که فرق بین انس گرفتن و خو گرفتن و عادت کردن.
من تو این اثر نومیدی ندیدم، من توش اعتراض دیدم، توش حتی طنزم دیدم، خیلی باریک، خیلی نازک. نثر گاهی شاعرانه میشه. طنزش وقتی که راوی میگه می توانستیم برای بچه‌مان که هنوز در حد یک جواز کاغذی بود این سفر را تعریف کنیم. شعروارهاش: با جامگان را بجوی که فردوس در کران بیابان نهان است. در آن لحظه این جمله مثل کورسوی نور یک فانوس بود در نیمه شبی وسط بیابان، و در همان حال راه ها همچنان تو در تو بود، مثل کوچه های اسپادانا، مثل دلهای ما. اشاره کردم که این اثر نومید کننده نیست. میخوام اشاراتی داشته باشم به جنبه های امید آگاهانه اثر، بارقه های باریک امید. نمونه اولش شخصیت هوماس، زن داستان، شخصیت محوری. به نظر من خود این زن عنصر امیده، عشقش به ریشه ها، اینکه فقط نمیخواد ایران رو تو شب یلدا و جشن نوروز و غذاهای ایرانی تو برکلی ببینه، میخواد از نزدیک با پوست و خونش ایران رو درک بکنه. پرسش هایی که مطرح میکنه تو کتاب درباره هویت، سوگ، معنی زندگی، حتی انتخاب نامش همای سعادت در اساطیر و ادبیات فارسی، تمثیل بخت فر ایزدی، در تاریخ همای چهرزاد که به پادشاهی میرسه، و موارد مشابه دیگه که در تاریخ داریم و در اسطوره داریم درباره هما. شعرهایی که نوشته شده و این اسم درش هست، حضور اون کبوتر سفید که مثل راهنما میمونه براشون، راههای نامعلوم رو نشون میده. خود کبوتر نماد عشقه، نماد صلح، پیام رسانه در زندگی گذشته انسان. آمدن کودک، زایش زمین، زایش انسانه، شاید زایش ابرهای باردار باشه. از همه مهمتر عشقیه که روز به روز در این سفر سخت بین هما و راوی به تکامل میرسه و مستحکم میشه. اما یک پرسش: چرا نام راوی تا پایان داستان مشخص نمی شود؟ همه شخصیت ها نام دارن، حتی اونها که کپی هم دیگه هستن، آناهیت ها و کوروش ها و داریوش ها. بی نام بودن راوی برای من خواننده مهاجر یادآور حس غربته، حس گمگشتگیه. بحران هویت، نماد انسان امروز، نماد یک نسلی از امروزه بلکه آینده، که دچار بحران شده و آسیب پذیر شده. همونطور که جهان از گرما و خشکی ویران شده، هویت فردی راوی نیز در این جابجایی فرهنگی به دلیل مهاجرت محو میشه، که بازتابی است از اضطراب در جامعه مدرن امروز که هر نمیخوام بگم لحظه، ولی واقعا هر روز تغییرات عظیمی رو توی زندگیمون مشاهدیم. تغییرات تو محیط زیست، تو اجتماع، سیاست، تکنولوژی، و این تولید نوعی اضطراب میکنه بر همه ما. اینکه اینقدر بی‌حوصله شدن مردم اخبار رو در 100 ثانیه میخونن. پیرو صحبتایی که داشتیم قبل از شروع برنامه، حوصله ندارن مردم پادکست گوش کنن 5 دقیقه. و ما در این سفری که ما شاهدش هستیم در کتاب از شهرهایی میگذریم
خیلی سریع و گذرا وارد برکلی میشیم، بعد خارج میشیم، بعد وارد اسپادانا میشیم یا اصفهان. فصل دوم کتاب به اسپادانا تخصیص پیدا کرده و نه اصفهان. نویسنده نوشته اسپادانا و ما کلمه اصفهان رو نمیبینیم. میگه داروغه، نمیگه رئیس پلیس. از خندق حرف میزنه و از عطر کاهگل و زعفرون که موج میزنه تو هوا و از ربات‌های کارگر انسانی که دارن فرش میبافن و مسگلی میکنن در دمای 60 درجه. فصل سوم آشتیانه. آشتیان ساخت دست کیانی. آشتیانی که ریشه در کلمه آشتی داره. آشتی چه کسانی؟ و آیا بالاخره این آشتی روی میدهد؟ شهری که در ظاهر آشتی دهنده است و آرمانی ادعای صلح و صفا داره، در نهایت تبدیل به گورستانی میشه. تضاد میان ظاهر و باطنش. کیانی و همسرش به هم نگاه پرمعنایی کردند. کیانی زیر لب با صدایی لرزان گفت: هر آرمان شهری گورستانی است با دروازه های زرین. سه پرسش بنیادین کتاب: هویت، سوگ و ارزش زندگی یا معنای زندگی. به نظر میاد هویت ضلع اصلیه. مریم جان 3-4 دقیقه. اوه، خب اگر اینطوره پس اجازه بدید به سرعت بگذرم دیگه. اه، این سه ضلع اصلی یعنی هویت، سوگ و ارزش زندگی. در مورد هویت صحبت کردم که به شدت آسیب پذیره و بعد البته از متن با متن که پیش میریم اه، در میابیم که هویت یک مفهوم ثابت نیست، متغیره، فردی نیست، جمعی میتونه باشه، تاریخی میتونه باشه، ملی میتونه باشه، حتی میتونه با در بحرانهای مختلف انسان این هویت رو برای خودش باز تعریف کنه و به پایه ها و لایه های دیگری از هویت در وجود خودش برسه. در مورد سوگ، از فقدان فردی تا بحران جمعی، سوگ از دست دادن عزیزان، وطن، آرمانها، همه بسان ابزاری هستند باز برای بازتعریف اون ضلع نخست یعنی هویت. در نوبلای 56 درجه سوگ فقط یک واکنش عاطفی به بحرانها و فقدانها نیست، بلکه فرایندی پویا و در حال تحول است و در بازسازی و بازاندیشی خود و دنیای جدید. سومین ضلع این مثلث یعنی معنای زندگی در این بازسازی سخت شکننده است، زیرا که زیست بوم انسان نابود شده، بقا دشوار است. ارزش زندگی گره در پیوندهای انسانی دارد و نه فقط زنده بودن. زندگی یعنی توانایی ساختن معنا، کاری که هما میکنه در داستان. به این ترتیب 56 درجه اثری است با زبان گاه شاعرانه و البته پیامی که از خشونت آینده یا که بسترش امروزه و تکان دهنده در مورد زیست محیط ایران میده و جهان میده، همزمان به آینده زمین و پرسش‌های جاودانه انسان تمرکز داره. کوششی صادقانه و عاشقانه برای پیشگیری آنچه ترسیم شده، هشدار به همه ما برای حفاظت از ایران. در پایان من یک بند کوچکی از کتاب رو میخونم که به نظر من ادبیات نابه که بسیار جلوه سینمایی بالایی داره با کلمات. من از پنجره سمت خیابان عذر میخوام.
من از پنجره سمت خلبان به زیر پا نگاه می کردم. انعکاس چهرم را روی پنجره می دیدم که با تصویری از فروپاشی گنبد نانوکریستال ترکیب می شد. این ایماج سازی یا به قولی تولید خیال یعنی کشف کردن، یعنی تولید هیجان، تولید توجه کردن. البته هیجان نه از جنس کیو کیو بنگ بنگ فیلم های هیجانی، بلکه به معنای زنده نگه داشتن متن و چند لایه کردن متن. اگر طولانی شد عذر میخوام. ممنونم، مرسی مریم جان از صحبت هایی که کردین. من خیلی زود بریم سراغ رنای عزیز. رنا سلیمانی، فارغ التحصیل اقتصاد، نویسنده پیشرو داستان مدرن ایران. فعالیت حرفه‌ایشون از دهه 80 آغاز کردن و در رمان‌های مختلفشون به نقد جامعه مرد سالار، مهاجرت، مسائل زنان و به توجه به مسائل دیگرباشان جنسی پرداختن. از جمله آثارشون لورکا در خیابان فرشته، میدونستی، رمان سندروم اولیس. زنده رمان‌های چندی دارن از سندروم اولیس که اولین رمانشون بوده. اخیراً ترجمه انگلیسی این رمان هم نشر آسمانا به عنوان ان ایرانیان اودیسی منتشر کرده. زنده باد زندگی، یک روز با 7000 سالگان و خنش که جزو کاراشون هستن و آخرین اثرشون دیوان سالار که به موضوع قتل‌های ناموسی میپردازه. رمان‌های رنا هم به زبان‌های مختلف از انگلیسی، سوئدی، کردی و عبری ترجمه شدن. رنا جان، میکروفونتون میتونین باز کنین و منتظرین از صحبت شما باشید. با سلام دوباره خدمت همه که اینجا حضور دارن. من جا داره که هم از نشر خوب آسمانا تشکر کنم و همچنین از آقای حسین نوشازر که خب این کتاب خوب رو نوشتن. من آقای حسین نوشازر رو اولین باری که اسمشون رو شنیدم یادم میاد که توی فرهنگ سرای ارسباران بودم. صدای من هست؟ بله بله. من یادم میاد که توی فرهنگ سرای ارسباران میرفتیم کلاسای نقد و بررسی و یادم میاد که آقای گودرزی استاد ما بودن و این یه داستان کوتاهی دست به دست بچه ها گشت از جورج باتای و اون موقع خب خیلی تابو شکنی بود، یه داستان خیلی عجیبی بود، یه داستان کوتاهی بود که ما میخواستیم دزدکی راجع به این نقد و بررسیش کنیم و انقدر هیجان داشتیم که ما یه همچین ترجمه خوبی و گیرمون اومده و هنوزم این داستان نقطه مرکزی داشت که تو ذهن من مونده و همونطور که شما گفتید آقای نوشازر زحمات زیادی برای پاسداشت ادبیات فارسی کشیدن و جای واقعا تشکر داره. خب بخوایم به موضوع داستان که بپردازیم، مریم جان موضوع داستان رو گفتن. یک زن و شوهری هستن که میخوان برگردن به ایران. این داستان به 130 سال بعد از تاریخی که هستیم میره جلو، بر نمیگرده، به جلو میره و داستان چند لایه است. من بیشتر سعی میکنم روی ساختار داستان صحبت کنم. داستان پیچیدگی های زیادی داره و نویسنده با تلفیق روایت اصلی با خورده روایت ها و تداعی های فرهنگی و تاریخی تونسته روایت رو پیش ببره. داستان از اونجا که محدود به ذهن راوی اول شخص هست، اما راوی خود شخصیت فعال داستان اون نیستش، بلکه راوی در جای یک عاشق، یک همراه قهرمان اصلی داستان که همون هما هستش، همسر راوی هست، در اونجا یعنی از نگاهی که یعنی بیشتر اون شخصیت هما رو ما دنبال میکنیم بیش از آنچه که بخوایم خود راوی رو بریم باهاش جلو. این انتخاب این زاویه دید امکان مشاهده دقیق تحولات شخصیتی و رخدادها رو فراهم میکنه و همزمان هم میشه یه حس همدلی، فاصله گذاری عاطفی را با جهان داستان این نوع روایت این امکان رو به خواننده میده و روایت ضرباهنگ تندی داره.
یعنی وقتی که بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که ضرب آهنگش خیلی تنده، تغییر مکانها و زمانها به پیشبرد داستان کمک میکنه و هی ما میبینیم که از یه مکانی، مثلا از یه ایستگاه فضایی به یه شهرهای آینده میاد تا ویران شهرهای ایران میرسه. و همونطور که من گفتم توی کل داستان ما خیلی خورده روایت ها، خیلی تداعی هایی داریم که از تاریخ اساطیر ایران تا ارجاعات به آثار غربی، اینها چیکار میکنه؟ اینها میتونه لایه های زیرین، لایه های عمیق، چند لایه فلسفی به داستان بده. یعنی این میشه که باید خود خواننده بیاد بگه که خب الان اینجا مثلا درباره یه همچین چیزی بود، برگرده بره دنبالش بگه اون مثلا پیامش چی بود. یعنی یه چیزی که خواننده رو با خودش درگیر میکنه. اما توی شتاب و ضرب آهنگش زیاد بودین. و از منظر ساختاری رمان شبیه من احساس کنم که بیشتر میتونم بگم داستان بلند، اگه بشه تو این کتگوری هم گذاشت اینم میشه که خب بلا خیلی محبوب تره. شبیه واقعا یه نوول سینماییه، فصل ها مانند یک فرم های فیلم که مثل فیلم هایی که علمی تخیلیاً طراحی شده و واقعا این قابلیت فیلم شدن داره. و قطعا هم که روزی این فیلم خواهد شد، چون ببینید ادبیات بازتاب روح زمانه ماست. نویسنده این اثر قطعا که میتونم بگم که به شدت به مسائل روز و موضوعات ایران حساسیت داره. یعنی نه حساسیت بلکه کنترل داره. یعنی میدونه که الان چه اتفاقاتی در اون جغرافیایی در حال وقوع هست. یعنی اینجا تسلط نویسنده بدون اینکه بخواد زیاده گویی کنه، بدون اینکه بخواد افراط کنه و روده درازی داشته باشه، مثلا بحثای سیاسی باشه، ما میفهمیم که نویسنده خودش اون ببخشید اون نگاه، نه یه کلمه، یه چیز دیگه هستش که میگن انقدر که اینجا هی آدم میخواد زبان دیگه یاد بگیره، زبان خودش، نه اون یعنی از بالا به مثل یک جنگل که ما وقتی درون یه جنگل هستیم آدما اون درخت‌ها رو میبینن، اون چیزا دریاچه رو میبینن، ولی کسی که اون بیرون جنگل هست از اون بالا، از اون هلیکوپتره یا از اون هواپیما داره نگاه میکنه، میتونه کل جغرافیا رو ببینه. میتونه این، یعنی میخوام بگم که کنترل داشتن بر اون مرز جغرافیایی که همونطور هم تو کل داستان وقتی ما میبینیم ایران به 3 قسمت در آینده داره تقسیم میشه، که 3 قسمتی که میتونیم بهش بگیم که دریای خزر، که دریاچه خزر که دیگه چیزی نیست از اون تو این داستان، و غرب و دامنه زاگرس، مرکز هم که یه کویر بی انتهای باقی مونده. و این نقشه سیاسی ایرانه که بازتاب وجهی از ایران و روح ایرانی رو ما داریم میبینیم. ما قشنگ روح ایرانی که الان دغدغه های یک ایرانی داره میبینیم که توی اون موقع به چه اتفاقی افتاده. و امید، و البته ببینید یکی از ویژگی های این نوع داستان ها که حالا من میرسم به ژانرش، که توی ژانری که میتونیم بهش بدیم اینه که دیستوپیا هستش و فرقی میکنه با یک اتوپیا هستشون. یکی من یه ذره یوتوپیا، آره، یوتوپیا و خب دیستوپیا. یوتوپیا، آره. فرق اصلی این دوتا میدونی چیه؟ اون یک جامعه آرمانگرا رو در آینده میگه که کمالگرا، آرمانگرا، همه چی گل و بلبله، ولی این برعکس. این دیستوپیا یه اصطلاحیه که تو ادبیات و فلسفه اجتماعی برای توصیف یه جامعه خیالی به کار میره که در آن زندگی انسان‌ها تحت شرایط بسیار اسفبار و منفی جریان دارن. جامعه‌ای که انسان‌ها از هم دور افتادن، افول اخلاق و ارزش‌های اجتماعی و انسانی رو داریم می‌بینیم و نویسنده با نمایش آینده‌ای ممکن، یعنی این خیلی مهمه، ممکن یا اینکه احتمال داره محتمل باشه، هشدار رو داره میده تا خواننده بیاد یه بازاندیشی بکنه در مورد چی؟ در مورد مسئولیتی که
از نگاه انسانی که داره. برای همینه که دیستوپیا همیشه با نوعی کمالگرایی اون امکان بهبود رو در آینده به ما میده. یعنی خواننده داره گوشزد میکنه که بابا اینی که نویسنده یعنی این میخواد بگه که ببین توی این تاریخ احتمال هستش که این یک تیکه از مرز جغرافیایی این چنین باشه. و یه نکته هم هست، ببین توی این نوع ژانر دست نویسنده بازه، هر کاری که بخواد، هر چیزی که باشه میتونه در اون کتاب مثلا یهو بیاره که سفینه فضایی اومده، یا مثلا آدمای رباتایی که دارن کار میکنن و اگه متن باهاش سازه، یعنی به بدنه متن، منطق متن بخوره، هیچ ایرادی نداره. میشه همه این چیزهایی که اصلا فراد زمینی هم هست توی این چیزها و بوده نمونه هاش که تو ادبیات جهانی ما دیدیم و توی ادبیات ایران من فکر میکنم تو شب هول یه همچین چیزی یا که داستانی هم هست از ملکوت برای بهرام صادقی، اونم میشه یه همچین چیزی بهش چیز کرد و ساختارشی که خب حالا ولی این درسته که داره یه جامعه تلخ و گزنده رو داره نشون میده که همش سیاهیه، همش منفیه، اما چی میگه؟ باز هم جا هست، لایه های امیدی است و این چیزیه که زمانه ما اینو میطلبه. ما داریم اوج سیاسی و اوج بدبختی و فلاکت مردم کشورمون رو داریم میبینیم، ولی بازم میگیم امید هست. میدونید باز هم روزنه هایی هستش که ما داریم ادامه میدیم. یعنی به عنوان یک انسان وظیفمون هستش که همچنان تلاشمون رو بکنیم. خب حالا من نصر رمان، خب میدونیم که نصر این داستان بلند علمی و تخیلیه ولی زبان شاعرانه است. حنا جان، 4 دقیقه. شاعرانه که خب من تا 4 دقیقه جمع میکنم. چند لایه و تناقضی میتونه ایجاد کنه. ببین اینجا مثلا دوگانگی زبان رو ما خیلی داریم اینجا که نشون دهنده اون بازتاب هویت دوپاره است. اون شخصیت هایی که تضادی بین مدرنیته و سنت هم. ما کاگل داریم، از اون ور چی داریم؟ ایستگاه فضایی داریم. ما زعفرون داریم ولی مثلا یه چیزای دیگه هم هست. در اون مایه رمان بر عشق وطن و مسئولیت انسان استواره. محور اصلی داستان هم رابطه عاشقانه میان راوی و هماست و اینکه نوزادیه که میخوان بیارن. هما به عنوان شخصیت فعال و موتور محرک روایت نماینده حافظه، امید و معنای زندگیه. چرا؟ چون با همون چند تا، حالا من دلم میخواد که خواننده ها هم بخونن، اینی که کبوتر داریم، نوزاد هست، اینا هما دنبال همچین چیزایی هست. اون کبوتری که میاد روشونش میشینه. زبان و سبک رمان تصویریه و با بهرهگیری از نماد و استعاره، یا مثلا بعضی جاها ما ستاره های کاغذی داریم، خاکستر کتاب ها، ولی بازم با این حال ما زنده ملموس رو داریم که از یه سری ارجاعات ادبی و تاریخی از شاهنامه و فروغ و هدایت و نویسنده‌های خارجی دیگه استفاده میشه. و در کل من صحبتم تموم شد، فکر کنم وقت خوب رعایت کردم. من بازم میخوام تشکر کنم. امید دارم که این یه روزی اینو توی صحنه، یعنی روی صحنه سینما سینما ببینم و واقعا اینو از صمیم قلبم میخوام. مرسی. ممنونم رحمت جان از صحبتی که داشتی. من خیلی خلاصه میکنم چون یه مقدارم زمانمون محدوده. چند تا نکته میخوام فقط بگم. اولین نکته ای که منم تایید میکنم، رمان در یک نشست به راحتی خونده میشه و تقریبا سخته اگه ناممکن نباشه بذاریمش زمین. در 100 سال بعد از زمانی که اولین رمان‌های آرمان شهری ادبیات فارسی نوشته شدن، یعنی الان ما تقریبا 100 سالگی مجمع دیوانگان عبدالحسین سنتی زاده هستیم که 1103 منتشر شد به عنوان اولین رمان آرمان شهری. ما حالا با رمان دیستوپیایی و شکل‌گیری و گسترش این ژانر در ادبیات فارسی مواجهیم.
این هم همون میزانی هم که میبینیم شکلی ادبیات آرمان شهری از دل نگاه اتفاقا اجتماعی سیاسی زمان خودشون و تلاششون برای درک تحولات زمان خودشون در یک آینده دور برمی اومد، الان همین ژانر امروز به این شکل میبینیم در یک گفتگویی هستش خیلی طبیعی با تحولاتی که امروز داریم از سر میگذرونیم. چرا یه مقدار یادآوری تاریخ ژانرها رو میکنم که بگم ما هم ژانر علمی تخیلی رو از روزهای آغاز ادبیات مدرن داشتیم، هم پلیسی هم آرمان شهری. چرا که حوالی دهه 70 اتفاقاً طی پروسه‌ای که تلاش میکرد به از یک سو فضای نوشتن گسترده تر کنه، اما از یک سوی هم گویی نوشتن رو از بی توجه به تحولات اجتماعی سیاسی ببره یا یک سمت دیگری ببره، مفهومی به نام ادبیات ژانر خیلی ترویج پیدا کرد. اون ادبیات ژانری که اما اونجوری ترویج پیدا میکرد در داخل ایران، هم شناخت غیر تاریخی از خود ادبیات ایران داشت. یعنی فکر میکرد گویی ما پیشگامان این ژانرهای مختلفیم، در حالی که با پیشینه این ژانرها همه از خود مشروطه ما میتونیم خیلی دقیق نشون بدیم. و هم معکوس اتفاقا اون تحولاتی که به شکلی ژانرها بود که متأثر بودن از تحولات اجتماعی سیاسی، جوری میخواستن فاصله بگیرن از اون. به این معنا کاری که نوشازر کرده و این نوع رمانی نوشته، اتفاقا من میخوام بگم در یک تداوم معنیداری با میراث ادبیات مشروطه ماست، با میراث شکل‌گیری ژانرهای ماست و حالا امروز به تحول و تنوع به ژانرهای تازه‌ای پیش رفت. اون زمان که این ژانر نوشته شد، یه نامی خیلی مهمی رو عبدالحسین نیما یوشیج و عبدالحسین صنعتی زاده می نویسه بعد از خوندن اولین رمان علمی تخیلی ادبیات فارسی، یعنی رستم در قرن 22. در اون رمان مهمترین ایرادی که نیما و صنعتی زاده میگیره، نوع نگاه صنعتی زاده رو با آینده. میگه متأثر از شناخت تاریخی تو از تاریخی از تحولات مادی جوامع نیست. یعنی آینده نگری صنعتی زاده رو به یه معنی ایدئالیستی ارزیابی میکنه، چون هر نویسنده میخواد به آینده فکر کنه، حالا باید این آینده رو یه تخیلی بکنه و این تخیل متأثر از نگاه جامعه شناختی تاریخی خودش به تحولات جوامع. اون نگاهیه که ما میفهمیم نیمایی که هنوز اون یه نیمایی که یک عقبه‌ای در اندیشه مارکسیستی هم داره اینجوری پیشنهاد میده تا اگه سراغ آینده میری باید به این شکل بری. اینو من یه متد فکر کردن اگه فرض بگیریم، هر نویسنده که امروز هم میخواد آینده رو خلق کنه باید ببینیم این آینده رو داره به چه شکل میفهمه و تو این آینده دیسکورس ها به چه شکل پیش رفتن، زمین و هوا در معنی مادی کلمه به چه شکل پیش رفتن. و من فکر کنم نوشازر به این معنا میتونه صحبت خیلی دقیق و جدی به اون نقد نیما به صنعتی زاده به من پیشگام ادبیات آرمان شهری بکنه که در یک اتفاقا یه چارچوب خیلی متوجه به تحولات مادی جامعه است که داره آینده رو میبینه و رد پاش رو و تا امروز برمیگردونه، حالا داره 130 سال برگردونه. این دوتا رو به یه بحث پایانی بگم و خلاصه کنم. من هم موافقم که اگر فرض بگیریم زمین رو، وقتی با حسین صحبت هم میکنیم چیزی مشهوده، او هم زمین رو میشناسه هم هوای ادبیات رو. یعنی هم وقتی از ادبیات حرف میزنیم به طور کامل تمام جنبه‌های مختلف و تجربه وسیعی هم داره، از پروسه نوشتن، نشر، پخش، سانسور، همه این عوامل در این چارچوب نگاه بردز آی، یه چیزی که حالا رهنم اشاره کرد، نگاه از بالاییه که داره، نگاهی از چشم پرندگانیه که داره و هم در شناخت خود وسیعی از دیسکورس های اجتماعی داره که امروز دارن با هم رقابت میکنن و سعی میکنن همدیگر رو باطل بکنن یا به جنگ همدیگه برن. و این دو شناخت هر دو اومده کمکش کرده که بیاد
یه آینده ای رو تخیل بکنید که داره به هر دوی این دو فکر میکنه. و یکی از مهمترین ضعف هایی که حالا من یه جایی بحث کردم، کم توجه، بهتر بگیم یکی از مهمترین کم توجهی ها در ادبیات مدرن فارسی، مسئله محیط زیست رو پررنگ بکنیم. ما حالا میشه مفصل بحث کرد، ولی محیط زیست گاهن یکی از حلقه‌های مفقوده، توجه به طبیعت یکی از حلقه‌های مفقوده در اه، چه شعر مدرن ما بوده چه ادبیات مدرن ما. همیشه بوده، همیشه حاضر بوده، ولی میزان آگاهی ما به آن بلایی که داره سر این میاد متغیر بوده و در برخی از نویسندگان بسیار کم. امروز ولی نقطه کانونی شده در تخیل بسیاری، چرا که داریم میبینیم حالا ادبیات فارسی اساسا به مسئله اون فلات و مسئله اساسا آینده این ادبیات به کل مسئله این فلات گره خورده و توان تداوم حیات و تداوم زندگی در در اون فلات هم به یه معانی زیادی با مسئله محیط زیست و شرایط بسیار نگران کننده اونجا در هم تنیده شده. این هستش که کسی تقریبا نمیتونه به زبان فارسی فکر کنه بدون اینکه به محیط زیست فکر کنه. و اگه داری اینجوری فکر میکنی داری به باشندگانی که قرار با اون زبان صحبت بکنن فکر نمیکنی. خیلی در نهایت خلاصه میخواستم بگم، فرصت یعنی بدم به خود حسین عزیز و در این حال جمع بسیار قابلی در حضار هستن که دوست دارم صحبتشون رو بشنویم. حسین جان، دعوت میکنم خودتون صحبت کنین درباره این رمان و یا در پیوند با صحبت های کشون. الان صداتون هنوز بست هستش. باشه. بعد سلام عرض میکنم به همگی، با آقای دکتر گنجوی، مریم جان رئیس دانا، خانم سلیمانی، جناب آقای عطایی و یکایی که رفقایی که در این جمع حضور دارن، همکاران من هستن. بسیارشون قصه نویس های درجه یکی هن، رمان نویسن، مترجمن و من بسیار خوشبختم و افتخار میکنم که در این جمع هستم. خیلی متشکرم که یک چنین زمینه ای رو آسمان ها فراهم آورد. از سخنان خانم رئیس دانا، رعنا جان سلیمانی، آقای دکتر گنجوی بسیار بسیار استفاده کردم. بسیار متشکرم که این همه وقت گذاشتید و شرمنده اگر که به هر حال باعث حسالت شده در لحظاتی. عرضم بزرگ شما من سعی میکنم خیلی خلاصه صحبت کنم، بخاطر که دارم میخواد رفقا بیشتر صحبت بکنم بیاموزیم. چه بسا در آینده زمینه فراهم بشه با تک تک رفقا بحثی رو شروع بکنیم، حالا نه در مورد این کتاب، در مورد مسائل دیگه. اه، قبل از که جلسه شروع بشه من عرض کردم که قرار نبود این رمان نوشته بشه. من 9 سال پیش خبرنویس بودم، خبر می نوشتم، دبیر خبر بودم توی زمانه و بسیار این کار کسالت آور و خسته کننده بود. بحثایی هم در مورد ایران شهر و آرمان شهر اینا مطرح میشد این ور اون ور که من میشنیدم میخورده قصه میخوردم از اینکه چه این بحثایی داره مطرح میشه. یه تفکر ضد ایرانی رو من حس میکردم اون موقع 9 سال پیش. ارزم بزرگ شما این فکر شکل گرفت، منتها فکر نمیکردم به سرانجام برسه، به این دلیل پیش با افتاده که این کتاب، حالا هر چی اسمش رو میخوایم بذاریم، پر از ناسازه است. وقتی شما به عنوان یک نویسنده جهانی پر از ناسازه رو طراحی میکنید، این خطر بزرگ وجود داره که هرگز این دنیای شما شکل خاصی به خودش نگیره، تبدیل میشه به یک بشکه بدون ته، به یک ظرفی بدون شکل. و این خیلی خطرناکه. یعنی شما هر لحظه ای که به بنبست میخورید در نوشتن و در آفرینش این دنیا، یک ناسازه جدید رو میتونید طراحی بکنید و از اون بنبست خارج بشید، در حالی که در ادبیات واقع‌گرا چنین نیست. وقتی که ما مبنا رو میذاریم بر مثلا فرض فرمایید بازآفرینی یا آفرینش روابط بین زن و مرد یا روابط بین چند نفر یا حرکتی که داره مثلا تو دنیا اتفاق میفته، مجبوریم به واقعیت وفادار بمونیم. در این کار برای اولین بار توی زندگی من اینجوری نبود و این خیلی تجربه از یک طرف مطبوعی بود، از یک طرف هم تجربه خطرناکی بود. من بعد از یه مدتی، مثلا بعد از فکر کنم حدود 35 صفحه ول کردم، گفتم که این یه ظرف بی انتهاست و درستم نمیشه.
تا اینکه من خدمت آقای گنجوی عرض کردم به تصادف به مقاله از خانم باتلر برخوردم به نام خشونت سوگواری سیاست که یک چشمانداز کاملا جدید در مورد سوگ رو در اختیار من قرار داد. من سوگ رو بیشتر بر اساس نظریات فروید میشناختم. خانم سالیمانی در صحبتاش اشاره کرده بود به قصه مرده نوشته جورج باتای که اتفاقا اون قصه مرده هم موضوع سوگه. یه زنی سوگوار همسرشه، منتها سعی میکنه با سکسوالیته، با جنسیتش از خودش انتقام بگیره و این انتقام از خودآزاری یک جور سوگواریه. من سوگ رو تو این چارچوب‌های به اصطلاح بیمارگونه میشناختم، نه از این منظری که باتلر بهش اشاره میکنه. از منظری که باتلر بهش اشاره میکنه برای ما خیلی آشناست، برای ما در ایران، به خاطر اینکه وقتی که شما یه عزیزی رو از دست میدید ناگهان میبینید که کسانی که اصلا نمیشناختید فراموششون کردید، پسر عمه، دختر دو دختر دایی، یه کسایی که اصلا آدم فکرش هم نمیکنه و اصلا اسمشون رو یادش رفته، قیافه‌شون رو فراموش کرده، امکان داره تلفن بکنن و تسلیت بگن. در اون لحظه است که شما احساس میکنید یه خانواده اید. در اون لحظه است که احساس میکنید یک جمعید، در لحظه سوگواری. برای همین ما مثلا فرض بکن در اسلام یا در یهودیت، به ویژه در تشیع، سوگواری یک آیین شب هفت داریم، چهلم داریم، نمیدونم مسجد میریم، فلان میکنیم، شام میدیم، نهار میدیم، برای که یک لحظه است. میدونید کل سوگواری یک لحظه است و در اون لحظه شما احساس میکنید که جمع هستید. باتلر از نظر سیاسی این اندیشه رو که سوگواری یک عامل پیوند دهنده است مطرح کرد. برای مثال من یه مثال میزنم، عبور میکنم سریع ازش. غزه الان این اتفاق افتاده. هرگاه ما بتوانیم با قربانیان اسرائیلی برای اونها هم قصه بخوریم، برای اون خانواده هم که بین رفتن، اون موقع است که میتونیم برای میلیون ها فلسطینی که آواره شدن و واقعا یک آپوکالیپس، یک آخر زمان رو دارن از سر میگذارن، برای اونها هم همدردی و سوپاری عمیق بکنیم. وقتی که فقط با یک طرف احساس همدردی داریم دیگه تموم، اون دیگه سوگ نیست، یه چیز دیگه است. این یک دستگاه فکری بود، خیلی خلاصه و عامیانه من مطرح کردم. خانم باطل خیلی عمیق به این موضوع میپردازه. آقای کمال آبادی من ازشون خواهش کردم که مقاله رو به فارسی ترجمه بکنیشون که در بانک ما منتشر کرد، الان هم هنوز رو سایت. عرضم بزرگ شما این یک دستگاه فکری در اختیار من قرار داد که من تونستم اون ظرف رو ایجاد بکنم که از این ناسازه های بی‌در و پیکر یه دنیای منسجم بسازی که الان ما مثلا فرض بفهمیم توش احساس راحتی کنیم و بشناسیمش. خانم رئیس‌دانا به نکته بسیار مهمی اشاره کرد. چرا راوی بدون نامه؟ این برای من هم زیاد آشکار نبود حقیقتش. الان که شما گفتید یه ناگهان بهش آگاه شدم. ببینید برای من حقیقتش رو بخواید بی‌تعارف میگم، برای من زندگی یعنی وظیفه. زندگی در نام نیست، در وظیفه است. من وظیفه دارم نسبت به همسرم، یه وظیفه داشتم نسبت به مادرم، یه وظیفه دارم نسبت به زبانم، نسبت به کشورم، نسبت به شما. این وظیفه باید انجام بشه. این که حالا حسین داره این کارو میکنه یا آقای دکتر گنجوی میکنه، شما خانم رئیس‌دانا میکنید یا خانم سلیمانی یا دیگران، اون بس ثانویه، اون مهم نیست. وقتی که من قصه از خانم رئیس‌دانا میخونم که میبینم که نسبت به عاملیت زنان عمل کرده و در اون یک اتفاقی داره میفته و یک آگاهی داره تو شکل میگیره، در اون لحظه اون داستان مهمه، نه اینکه خانم رئیس‌دانا اینو نوشته. اون لحظه برای من مهمه که این اثر شکل گرفته. آقای گنجوی نشر آسمان‌ها رو درست کرده، رمان نوشته، رمانش هم من خیلی پسندیدم. اون مهم نیستش که گنجوی این کار کرده، مهم اینه که یه رمان شهری و ادبیات ما اضافه شده و غیره. شما اگر در تیمارستان ها یا در مرکز درمانی کار بکنید این رو به خوبی می‌بینید. مهم نیست اون لحظه که شما پزشکید، رئیس پزشکا هستید، پرستارید، بهیار چی هستید. مهم اینه که در اون لحظه یه کاری دارید انجام میدید که اون بسیار بسیار مهمه. این فرهنگ رو متاسفانه ما در ایران زیاد من حقیقتش سراغ ندارم. ما خیلی دلمون میخواد که قهرمان باشیم، در مورد توجه قرار بگیریم، در کانون نگاه ها باشیم اینها، و برای همین هم هستش که این اوضاع شده. میدونید یعنی ما چطور امکان داره که انقلاب بشه و ما دوباره صاحب سلطان بشیم؟
اصلا یعنی خنده داره ها. از این جهت هم باز برمیگردم به سوال خانم رئیس‌جمهور که چرا انقلاب، چرا نقطه آغاز انقلاب ها. به این دلیل که آقای گجوی هم اشاره کرد، ما دو تا نقطه عطف داریم در تاریخ ایران، خیلی خلاصه: مشروطه و انقلاب ایران، انقلاب بهمن 57 که بهش اسمش گذاشتن انقلاب اسلامی که مثلا تحریفه. این دوتا نقطه عطف بوده. یعنی در این دو نقطه است که ایرانی تلاش میکنه با مدرنیته ارتباط برقرار کنه. چون در مشروطه این ارتباط برقرار نمیشه، بعد از 100 سال ما آمدیم انقلاب بهمن 57 رو کردیم به عنوان واکنشی به این سرخوردگی و ناکامی از مدرنیته که تبدیل شد به این افتضاحی که الان داریم می‌بینیم. انقلاب بسیار بسیار بدخیمی بود. من 14 سالم بود، بسیار آرمانگرا بودم، فوق العاده به آینده امیدوار بودم. بچه 14 ساله واقعا دنبال بودم که اصلا مسلح بشیم و بجنگیم. کدوم بچه نابالغی رو میبینید الان که یه همچین دنیاهایی تو ذهنش باشه؟ از تبعیض بسیار رنج میبردیم، از اینکه همکلاسیامون عدالت آموزشی نیست، از اینکه عدالت اجتماعی نیست، در عذاب بودیم. و این حاصل شد این چیزی که الان داریم میبینیم که همه اون تبعیض ها رو به مراتب تعمیق داده، ژرف‌تر کرده و اوضاع ما رو رسونده به یک جور چپاولگری عجیب غریبی که تو تاریخ ایران حتی مشابهش در مغول هم نیست. خب این چپاولگری و این به سرخوردگی از اون آرمان ها، این تبدیل میشه به نقطه عطف سومی در زندگی من که الان ما داریم میبینیم در دنیا هم اتفاقات مشابهش داره میفته که حالا زیاد نمیخوام واردش بشیم چون بحث بی اندازه پیچیده میشه. عرضم حضور شما این کتاب یه روایت سفره. این روایت سفر توی ادبیات عرفانی ایران، اصلا کل مبنای ادبیات عرفانی ایران بر روایت سفره. در ادبیات عرفانی شما سفر رو شروع میکنید، وقتی که سفر رو شروع کردید در پایان تبدیل میشه به یه چیز دیگه. شما گرفتار یک تحول شخصیتی میشید. سفر یعنی تحول شخصیتی. منطقه طیر عطار همینه دیگه ها. و از این جهت هم من الان دارم نگاه میکنم، مهم نیستش که این راوی اسمش کیه، مهم اینه که این سفر داره اتفاق میفته. اون چیزی که اهمیت داشت برای من این بود که هما برای من به عنوان شخص، اون زن دارای شخصیت باشه، دارای عاملیت باشه. من به هر کدوم از قصه های قدیمم که نگاه میکنم نوشتم، زنان اونجا هیچ کارن. یه آدمیه با یه من خیلی گنده و کلی مشکلات و تنش‌های روحی و روانی و نمیدونم چی و چی که و سرخوردگی ها و فلان که داره همینطور مثل یه کتری گذاشتن روی اجاق میجوشه و میقله، هیچ جاش تکون نمیخوره. اون خانم اون وسط ایستاده و داره اینو نگاه میکنه. من نمیخواستم برای اولین بار توی زندگیم این زن توی داستان دارای کنش و عملیات بشه و اینم اتفاقا از شما آموختم. این چیز نبوده که از نسل جوانتر من اینو یاد گرفتم، از این بچه‌هایی یاد گرفتم که در 1401 آمدن تو خیابون و این تحول عظیم رو رقم زدن که ما داریم میبینیم دیگه حاصلش ها. از فیلم ها اینا رو نگاه بکنیم میبینیم که چقدر این عمیق بود این تحول. عرضم بزرگ شما در مورد اینکه ارزم آره دیگه تقریبا همه چیز رو من گفتم. میمونه فقط این ژانر مثل آرمان شهری، ویران شهری و مسئله بدبینی یا خوشبینی یا واقع گرایی ما نمیدونیم. مسئله بدبینی یه چیز خیلی پیچیده ایه. چون مثلا فرض کن من با آدمای پارانویا، با آدمایی که بسیار بسیار جهان رو تاریک میبینن، وقتی که صحبت میکنین شما مریضم نکستن الزامن با اینا که صحبت میکنید، اینا خودشون رو بدبین نمیدونن، اینا خودشون رو واقع بین میدونن. ولی خب تو این قصه من اذعان دارم که این مقداری نمک و فلفلش زیاده، به دلیل اینکه باید هشدار داد، باید تکون خورد. میدونید ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم و بگیم که ایران گلستان میشود. ایران گلستان نمیشود، تموم شد. زیست بوم ما در خطره. وقتی که زیست بوم ما در خطر باشه دیگه کارش نمیشه کرد. این غارتگری که اتفاق افتاده به حدی است که زیست بوم ما رو به خطر انداخته و همه ما مقصریم، فقط حکومت نیست. در اصفهان صدها هزار دهقان استفاده کردن،
شالیزار درست کردم اونجا وسط بیابون، شالیزار درست کردم. خب الان زاهندرود خوش شده، تقصیر خودشون بوده. 30 ساله مثلا شما عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی رو که نگاه میکنید ببینید که یه دشت برهوت اون اطراف اصفهان، یه دونه چاه کندن 10 متر و با یه دونه چرخ چاه چوبی به زحمت دارن آب میکشن. حالا اون زمین هرچی داد. من تو کرمانشاه بزرگ شدم، اونجا همینطور بود. اغلب کشاورزی ها دیم بود، کسی آبیاری صنعتی نمیکرد. خب وقتی که شما نمیخواید این کار بکنید، میخواید شالیزار درست بکنید تو کویر برای اینکه میلیونر بشید، حاصلش میشه این. یک گروهی حدود 10 15 سال غارت کردن، الان تاوانش رو نسل‌های بعد باید بپردازن. بنابراین ما بدبینی نسبت به آینده کشورمون، آینده مردمانمون بدبینی. من فرزندی ندارم و بسیار بسیار خوشحالم از این بابت. جدی بهتون میگم، دقیقه نیستش که از این بابت خوشحال نباشم که من بدون فرزند، یعنی نگران آینده نیستم. خب به هر حال یه همچین آدمی که اصلا اصولا هم از قدیم هم یه خورده مال خولیایی بوده، وقتی میخواد یه همچین قصه بسه در رویارویی با این واقعیت های خشن، به هر حال بدبینم میشیم. بنابراین تایید میکنم. بله بسیار سپاسگزارم، ببخشید که پرچونگی کردم. مرسی از مرسی. همه رفقا، امیدوارم که از صحبت شما استفاده کنم. آره ما ممنونم حسین جان خیلی از صحبتی که کردیم. بین توی کامنت ها پیمان عزیز سلام کرد به من و شما. پیمان جان اگه اشتباه نمی‌کنم دکتر وهابزاده عزیز خیلی خوش اومدین، سعادتی اینجا هستین. پیمان ملازهی هم از مشتاق اثر شما خودشون رو نوشتن و از محسن عطایی هم از هانوور به همه ما سلام کردن. من درخواست میکنم هر کدوم از دوستان الان فرصتی هستش که میتونن حتی باز کنین گوش بلندگوهاتون رو و میکروفوناتون رو و صحبت کنین. دوستان محتددی همونجور من تایید میکنم صحبت حسین جان رو از نویسنده، منتقد ادبی و استاد دانشگاه اینجا تشریف دارن. هر شکل سوال گفتگو رو ما فرصت داریم هنوز یه 10 دقیقه ادامه بدیم. تا حالا دوستان تصمیم میگیرن صحبت کنن. خانم زهره واعظیان هم از شما تشکر کردن و خطاب به رنا از آقای گودرزی به خوبی یاد کردن. خب ما هنوز منتظریم. اگر کسی از دوستان تشکر من میبینم، ولی اگر سوال یا صحبتی هست دعوت میکنیم که خب مریم جان شما بفرمایید، برای ما تا منتظریم اگر دوستان خواستید صحبت. خیلی ممنون. عرض خاصی ندارم، فقط من روی واتساپ دوستان ازم سوال کردن چون نمیتونم، مقدور براشون نبوده که وصل بشن، ولی ازم دارن سوال میکنن که چطور میتونم کتاب رو تهیه کنم. اگه ممکنه شما بفرمایید. بله من لینک تهیه کتاب همه کارهای آسمانا هم از طریق وبسایت لینک به لولوشون هست. هم اگر و این اتفاقا چون حسین از من خواسته بود از مسائل نشرم کم حرف بزن، ما یک مشکلاتمون خب مسئله متادیتاست. یعنی ما فراداده هایی که داریم معمولا داریم در این حال توی زمینه ای که فراداده ها عمدتا انگلیسی هستن یا به زبان های لاتین کار میکنیم، باعث میشه که اسم کتاب حسین رو در خیلی از وبسایت هایی که هست باید با اسم انگلیسیش سرچ کرد تا بتونیم تهیه بکنیم. متاسفانه با اسم فارسی مثلا نمیشه کتاب رو اینجاها ثبت کرد. الان اگر اسم 56 دیگریز رو 56 دیگریز رو هم سرچ بکنن، غیر از لولو که در وبسایت ما هست، کتاب در آمازون،
در آمازون مختلف، در نوبلز و وبسایت مختلفی هست. در کانادا هم در ایندیگو هست و در شعبه ریچموند هم حتی به طور حضوری هم میتونن برن و کتاب رو تهیه بکنن. باز اگه کسی مشکلی داشت میتونن به نشر آسمون ایمیل بزنن و حتما کمک خواهیم کرد. نرگس کرمی دستشون بالا بردن، میتونین بلنگوتون رو باز کنین و سوالتون بفرمایید. خانم کرمی دستتون اگر بالاست میخواستین صحبتی بفهمید. فعلا به نظر شاید دستش خب بفهمید. زهره. سلام، بله ببخشید من بفهم. تونستم عذرخواهی میکنم. اول که تشکر میکنم از آقای نوشازر. من کتابشون رو خوندم و خیلی لذت بردم. فقط وقتی که کتاب خوندم فکر کنم صفحه 30-40 بودم که گفتم که آقای نوشازر، اومدم اسمتون رو سرچ کردم، گفتم یه وقت جامعه شناس خدای نکرده نباشه همچی پیش بینی کرده برای جامعه ما. یعنی گفتم اصلا فکر نکردم به ما که تو ایرانیم که چه فشاری میاره کتاب بهمون. مخصوصا وقتی داشت تو شهر میگشت خیلی خیلی برام سخت بود. بعد چیزی که حالا جالب بود برام، و حالا خب گفتن خانم رئیس دانا در مورد راوی که اسم نداره، من بیشتر اسم نداشتنه نه، اصلا کمرنگ بود. یعنی یه طوری که شک کرده بودم که راوی زنده است یا یه بخشی از وجود زن است که داره حرف میزنه. یعنی من حتی تا این حد فکر میکردم که منتظر بودم این راوی زنده نباشه، چون خیلی پشت سر زنه بود. بعد اومدم گفتم که شاید برمیگرده به اتفاقات اخیر ایران که میخوایم زن رو پررنگتر نشون بدیم. و اینکه تقابل‌های تاریخی خیلی قشنگ نشسته بود. یعنی اگر جایی داشت در مورد یک شاهنامه خان حرف میزد و کنارش یک رباطی بود، برای من کاملا باورپذیر بود، اذیت کننده نبود. چجور جایی که همچین قلعه های قدیمی بوی زعفران میاد اما رباط هم هست، سوالی ایجاد نمی کرد. و سوگ، برای سوگه این جمله حالا ما توی بوشهر یا تو ایران هم فکر کنم هممون داریم تو جنوب که عزای دست جمعی میگیم عروسیه. وقتی که هم میخوندم و میدیدم مردم تو این شرایط چجوری عادت کردن واقعا با این گرم، و بعد همش خب ما تو بوشهر خیلی هوا گرمه، بعد همش تصور میکردم که خب آره مثل مرداد، بعد این چجوری داره راه میره، اینا چجوری دارن زندگی میکنن، ما که اینجا کولر داریم این که نداره. و بعد این جمله برآمد از این دست جمعی عروسی عادت میکنن. مردم تو هر شرایطی انگار عادت میکنن به زندگی. تقابل ها رو خیلی خیلی لذت بردم. این همه با وجود که قسمت های مختلفی رو ما میگذروندیم توی داستانه، اما اذیت هم نمی کرد. رفت و این حالت های مختلف و آدم های مختلفی که توی داستان بودن، اون پیرزن پیرمرده که اومدن توی اون شهر، خیلی برام جالب بود که ورودشون تو اون شهر در کنار این زن و مرد. بعد یک جایی هما اومد اعتراض کرد که آقا شما اون کسی که فکر میکنید من نیستم، من حامل اون فرزندی که شما میخواید نیستم. بعد گفتم که چه جالب، انگار که این زنه نمیخواد بپذیره، یعنی باور نداره قدرت خودش رو. خیلی وقتا زنها اینجوری هن. یعنی یه توانایی دارن ولی باورش نمیکنن. اینم برام یه نکته خیلی جالب بود. اینا نکاتی بود که به نظرم اومد و گفتم تشکر کنم از آقای نوشازر و سپاس از شما که نوشتید. متشکرم. ممنونم. نرگس کرمی گرامی. حسین جان اگه در حد خیلی کوتاه، ما اصلا فرصت نداریم، در 9 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه صحبتی دارین بفهمید. ببخشید. بله بله. خانم کرمی، سلام عرض میکنم.
ارزم بزرگ شما خانم کرمی یه قصه ای داره به نام سهم مافین، ما در بانک منتشر کردیم. ارزم بزرگ شما قصه بسیار بسیار اثرگذاری است. از منظر یه دختر ایزدی روایت میشه که قتل عام اتفاق افتاده، داعش آمده اون تو عراق قتل عامی انجام داده و حالا این دختر ایزدی روحش ظاهرا اینجا که من درک کردم داره روایت برای ما میکنه و به ما نشون میده که چطور این اتفاق افتاده. ارزم بزرگ شما خانم کرمی عزیز، شما من کاملا مسئله شما رو درک میکنم. من خودم هم با آقای گنجوی گفتم خاطرت باشه مهدی جان، من گفت یه مقدمه من نوشته بودم از ترسم اول کتاب که ببینید هموطنان عزیز، وقتی که این قصه رو میخونید لعن و نفرین نکنید منو، به خاطر اینکه ما میخوایم اینجا هشدار بدیم. هدف اون نیستش که بگیم ایران ویران میشود، خدا اون روزو نیاره، میخوایم هشدار بدیم. بنابراین کاملا متوجه بودم که امکان داره برای خواننده ایرانی این قصه یه مقداری ناراحت کننده باشه. برای خودم هم ناراحت کننده بود حقیقتش. یعنی وقتی میخوندم میگفتم که الان چه اتفاقی میفته، مثلا کسی تو ایران مهدش هست دارم شاید این قصه رو آقای میخونم. نوشازر، من همچین جسارتی نکردم نفرین کنم، ولی خیلی ترسیدم. یعنی دقیقا اومدم گوشیم رو برداشتم و اسمتون رو سرچ کردم، گفتم نکنه یه وقت جامعه شناس قرار این بدبختی یا واقعا سرمون میاد. و خب به همینم از توانایی داستان و باورپذیری بالاش، واقعا دست شما درد نکنه، خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. ولی نه، به هر حال نویسنده مسئولیت داره، نویسنده مسئوله. ما نمیتونیم هر چیزی که دلمون میخواد رو بگیم، هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. آزادی بی حد و حصر بیان بدون استثناء بیان فلان اینا درسته، ولی مسئولیت اجتماعی هم مهمه. اه، من اصلا دلم نمیخواست که، هدفم اینه، میخوام بگم که من نمیخواستم که بترسونم، بگم که مثلا در آینده ایران چنین خواهد شد. نه نه، مطلقا میخواستم هشدار بدم. و آخر کتاب اون مقدمه رو به پیشنهاد آقای گرجوی آخر کتاب بردیم که اول کتاب این چیز نباشه. بله مرسی. مرسی حسین جان. خیلی کوتاه زهره باعزیان و بعد خیلی کوتاه آقای محسن عطایی صحبت بفرمایید خانم باعزی. سلام به آقای نوشازر و همگی، ممنون این برنامه هستم. لذت بردم، کتابتون رو نخوندم و خواهم خوند. منم همین در واقع همین سوال رو دارم که من خودم حدود 40 ساله که اصلا ناامید از جهان هستم، نه تنها ایران. وقایعی رو که میبینم واقعا میبینم که یعنی هیچی، واقعا آدم به چی امید داشته باشه. اتفاقا دوستانم وقتی بحث میکنیم تو مثلا یه جایی نشستیم صحبت میکنم راجع به این ناامیدی صحبت میکنم، میگن تو که انقدر ناامیدی پس چرا این فعالیت ها رو مثلا میکنی. این به این معنی نیستش که من خودم بکشم کنار هیچ کاری نکنم، ولی ته ذهنم همین ناامیدی هست، چون آدم وقایعی رو که میبینه متوجه میشه دیگه دنیا چقدر رو به خرابی داره میره، ولی بازم به هر حال فکر میکنیم هممون که چه اقدامی میتونیم بکنیم در این راه، چون انسانیم، میخوایم که مفید واقع بشیم، میخوایم که یه کاری انجام بدیم تو این دنیا. من همین رو فقط میخواستم بگم. خیلی ممنونم از همتون واقعا. خیلی ممنونم لطف کردین تشریف آوردین. محسن عطایی گرامی، لطفا شما هم خیلی مختصر در خدمتتون هستیم. درود فراوان از راه خیلی دورتر و از اول سپاس از خانم رئیس دانات که این اطلاعیه رو من دادن و من موفق شدم توی جمع شرکت کنم. از گفتار و سخنرانی ها و از مؤلف محترم از همه تشکر میکنم. خیلی خیلی استفاده کردم. دو سه نکته واسه من خیلی جالب بود. یکی به خصوص اون چیزی که خانم رهناز نیا گفتن در مورد فیلم. من اینطور که کتاب واسه من تصویر شد که یک انسانی در گذشته در آینده خیلی دورتر برمیگرده به عقب به نگاه میکنه، من یاد یه فیلم آمریکایی افتادم که 40 سال پیش تو آلمان دیدم. نمیدونم ترجمه آلمانیش از اسم چیزش چی میشه، ولی ترجمه آلمانیش بود سروک این دی زوکونفت، یعنی بازگشت به آینده. آیا انگلیسی بود به اسم Return in Future، نمیدونم چیزی شاید باشه، ولی سرگذشت یک مردی بود که در واقع آینده ای رو توی فضا نگاه میکنه و بعد برمیگرده به زمانی که رونالد ریگن اون موقع اون پیشه بوده. بعد او زندگی رو تصویر میکنه تو جامعه آمریکا که
جوانایی که الان اون در واقع مردایی که اون زمان رو دیدن بتونن دوباره این صحنه رو تصور کنن. من به این خاطر فکر میکنم نظر خانم نیا بد نیست که این یک فیلم بشه واسه، بخصوص واسه ما باید جالب باشه کسایی که اون نسل، من متولد دهه 30 هستم، متولد 35م، که این روند سالهای بخصوص سالهای خیلی میتونیم بگیم خطرناک، اونایی که مثل ما زنده موندن تو جشن رد شدن، یک خاطرات خاصی توش مونده که آدم نمیتونه. من یادم که میاد گاهی وقتا بدخوابی میگیرم، ولی فکر میکنم که بد نیست این یک نفر بیاد اینو واقعا یک سوژه فیلم باشه و فیلم درست کنه ازش. پرسش من اگه اجازه داشته باشین از مؤلف محترم که شما چطور شد، من خودم از شغلی از نظر توی رشته معادن و نفت و گاز میام، ولی به ادبیات از جوانی چیز داشتم، جوانتری علاقه داشتم و الانم بیشتر علاقه میشم. آقای نوشازر، شما چطور شد؟ شما چه انگیزه باعث شد که بیفتین رو این خط و این اثر رو تألیف کنید که من متاسفانه رو نخوندم؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنونم جناب عطایی. فکر کنم Back to the Future هست اسم فیلمی که شما داشتین اشاره میکردین. جناب نوشازر در پاسخ جناب عطایی رو لطفاً بدین و این دیگه به یه معنا پایان بندی صحبتتون هم باشه. سلام عرض میکنم جناب آقای عطایی عزیز. این فیلمی که شما گفتن فیلم های محبوب من بود. وقتی بچه بودم بازگشت به آینده سوار ماشین زمان میشد. طرف یه ماشین زمان داشت و سفر میکرد در طول زمان و به جای مختلف میرفت. ایده فیلم من متوجهم. ببینید این مسئله خیلی بحث خیلی مهمی است. ذهن ماها الان تحت تاثیر سینماست، تحت تاثیر ادبیات کمتره. به دلیل اینکه اصولا ما دیگه از راه از راه تصویر میتونیم ارتباط بگیریم با قصه. از راه خواندن یا از کمتر از راه شنیدن ما نمیتونیم. الان اینجوری شده. من خودم فکر میکنم که اگر بخوایم از این منظر نگاه بکنیم که خانم سایمه گفتن، جواب قطعی اشاره کردن، از این منظر اگر بخوایم نگاه کنیم این قصه مناسب برای انیمه است. انیمیشن جون میده برای انیمه. الان زمان هوش مصنوعی این چیزاست، اگه کسی دلش خواست بیاد تماس بگیره امتیازش مال او. ارزم همین دیگه. دیگه چی بود همین؟ بله آره این یه که سوالم. قصه. آره بله. ببینید من قصر شیرین بزرگ شدم. پدر من کارمند بود. بعد برای اینکه ترقی بکنه ما رو برداشت برد جای دور و بد آب و هوا، از جمله قصر شیرین. ترقی هم کرد. اونجا یه اتفاقی که افتاد، خیلی جای بدی بود اون موقع ها، زمان شاه خیلی جای فقیری بود. اتفاقی که افتاد این بود که معلمایی که اونجا بودن بهترین معلمایی بودن که در طول زندگی من شناختم. به دلیل اینکه همشون بدون استثنا معلمای تبعیدی بودن. معلمایی که چه میدونم مثلا فرض کمونیست بودن یا طرفدار مجاهدین خلق بودن، حکومت شاه اینا رو شناسایی میکرد و میفرستادشون تبعیدشون میکرد به جاهای بد آب و هوا. و در نتیجه بسیار بسیار آدمای مسلطی بودن و بی اندازه متعهد بودن. اونجا بود که تحت تأثیر این معلما ما به ادبیات علاقه شدیم. خانم شهبانو فراهم یک کانون پرورش فکری و کودکان درست کرده بود. در قصر شیرین در مناطق محروم انواع و اقسام کتاب ها، انواع اقسام کتاب ها اونجا پیدا میشد و این معلم ها میگفتن برو فلان کتاب بخر بخون. ما میرفتیم قرض میگرفتیم میخوندیم و نه تنها کتاب بلکه انواع اقسام فیلم ها هم اونجا برای ما نمایش میدادن. بنابراین ما محصول به یک شکست اطلاعاتی در حکومت پهلوی هستیم و همین پیش با افتادگی. مرسی حسین جان از این شرح پایانی. من خیلی این جلسه راحت میتونست 2 ساعت 3 ساعت دیگه ادامه پیدا کنه. هم دوستان خیلی فاضلن، هم مخاطبین بسیار گرانقدری داریم و متاسفم که باید یه ذره دیگه اینجا تمومش بکنیم. خیلی تشکر میکنم از رعنای عزیز، مریم عزیز، حسین نوشازر برای یه جمله بله میتونم بگم؟ بله خیلی بله. خیلی میخوام ولی حیفم میاد که نگم. خانم نرگس کرمی عزیز
بعد از خوندن این کتاب نگران شدم که نکنه یک حسین نوشاور دیگه هم باشه که جامعه شناس باشه و داره پیشگویی آینده رو میکنه. البته که ما همه امیدواریم و باید دست به دست هم بدیم که اون چیزی که نوشازر داره هشدار میده در کتاب اتفاق نیفته برای ایران. اون روز مباد. اما الزاماً فقط جامعه شناس ها نیستن که میتونن تحلیل اجتماعی کنن. ما نویسندگان بسیاری داریم در حتی ایران و سطح جهان که معمولاً با اون ببخشید نگاه از بالایی که به جامعه و اتفاقاتش دارن میتونن داستانهایی بنویسن و نوشتن. نمونه خیلی بارزش هدایت رو داریم که در حاجی آقا چطور داره آینده ایران رو نشون میده که چگونه در نهایت به دست حاجی آقاها مملکت میفته و یا درست 5 سال یا شاید 1340 نه 1353 فکر میکنم اسماعیل نوری‌علای شاعر در لندن تز دکتراش هست آسیب شناسی تشیع، یعنی شاهکاره. و بعد 4 سال 5 سال بعد اون انقلاب ویران کننده روی میده. یا خانم امیلی سن جان مندل تو این کتاب ایستگاه 11، اینم عکس نویسنده است، تقریبا میتونم بگم 7-8 سال قبل از آمدن ویروس کرونا، در این کتاب نشون میده که جهان گرفتار چه ویروس وحشتناکی میشه، یک واقعه آخرالزمانی. بنابراین ما در ادبیات بسیار داریم وقایعی که پیشگویی آینده رو میکنه. دلیلش هم اشراف نویسنده به موقعیت جهانه. همین، حیفم اومد نگم در مرسی پایان. مرسی ممنون من جان. حسین نوشهزاد آدم البته واقعا چیزیه، یعنی یه چیزش 3 ماه پیش به من گفت اکتبر اینجور میشه الان. نه آدم خیلی تیز و دقیق و جزئی نگر و آینده نگریه و همیشه آینده نگری هم با گذشته نگری تو امان هستش. مرسی ممنون از همه دوستان تشریف آوردن. بسیار گفتگوی خوبی بود و ممنونم از مریم عزیز، رعنای عزیز، از حسین نوشازر عزیز و از همه دوستانی که در جزو مخاطبان ما در این صفحه بودن. امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونیم در کنار دوستان باشیم. وقت همگی بخیر. وقت بخیر، خیلی متشکرم، شبتون خوش. پاسدار، شب و روزتان بخیر. وقت خوش، خدا نگهدار، به امید دیدار. امید دیدار. منتظرتون هستیم خانم. قربان شما، به امید دیدار دوستان دیگه و خداحافظ. خدا لطف کنید.